علیک سلام. بالا آوردن نمیشه. علیک سلام. خدا را شکر از خودت خوب هستی؟ ماشاءالله قربانت. من خود در قصه من خود دفعه مسیج کردم خواندی. خدا یارت. سلام علیک سلام برو جان خوب هستی؟ چه کردی؟ حسابای تا قطع شولیست یا حساب ندارم. سلام شاکر کلان هستم. خدا یارت. سلامات شاه. علیک سلام با کودکان. سلام خوبی؟ قربانت. جانم هستی؟ مرد هستی و جوان؟ قربانت. جور هستی؟ لالا بخیر تایت هستی؟ قربانت. شابرود چی گپا است در ترکیه؟ آرام آرامی خیر خیرت 4 و 5 قرار به قراری. سلام خوبی لالا؟ خدا را شکر و وارگه که تنها. سلام خوبی برود قربانت. ماشاءالله برود جانم قربانت. آفرین به حوصلت برود جان. خدا یارت. پیام مرا جواب نگفتی یا بگو چی سوال باشی؟ در جانم برتایت وطن داره گل قربانت. بیارم بالا قیس خصوصی است. قصه خصوصی است. لالا نمیشه زنگ داده. برادر کجا زندگی میکنی؟ ترکیه. سلام شاه. علیک سلام. سلام دا سدی. شب خوش. شب شما هم خوش. زنگ زدن نمیشه. امشب ضعیف هستن دانه. انا اموک جان دیگه فهمیدید ضعیف هستن. هیچ کسی را امشب زنگ نمیشه زده. کلش ونا سایکو. عجب سر قطار. دیگه تاش کامرایشان خاموشه. تا صبح بخیر. تا صبح بخیر. باز چیز است اینترنت ضعیفی میکنه دیگه. بگو زنگ زدن نمیشه. زنگ زدن نمیشه ولی امشبش کسی بالا نآورده. سلام برسه برو جان چی حال داری؟ خدا را شکر است او بچه. با فایدت میگم قوارد تمامش برود گرفته. بچه کاکا اشتباه کردی. گپ نیست لالا. نوش جان قربانت. بله. سلام لالا برود خوبی؟ قربانت. والا برود جان لوی هستی؟ نه لالا لوی چی هستی؟ وطندار خوب هستی؟ قربانت. چند دانه ترکی بگو. چه میکنی ما کدام ترک وطندار؟ بالا آوردن نمیشه وطندار. سلام لالا برود. علیک سلام. سلام سلام علیک سلام. بگو باشن برو بخون. مشنوی؟ هر جا که هستی خدا همیشه کامیاب باشی. اما همین دوا نزن. خوب معلوم نمیشی کلان آدم هستی. ادبیات مهم است. ادبیات مهم است به شرط که ننگرهاری قومای شما بفهمن. ما خو میفهمیم وطندار. ولایت کاپیسا ما به فرهنگ هستم. صحیح. سلام خوب هستی رفیق؟ قربانت. شابرود چطور هستی؟ خدا را شکر. سلام لالا جان خوش باشی و خوش بگذره. قربانت. خوبی؟ قربانت. کجا هستی؟ ترکیه. چی کار میکنی؟ ترکیه بیکار. سلام لالا. علیک سلام. سلام لالا. علیک سلام. خوبی؟ قربانت. کجا هستی؟ شلغم نمی ترکیه هستم. علیک سلام. جا هستی؟ علیک سلام. سلام احترامات اسمارم قبول نور کشیدی شاه نظر نشی. هی 4 و 5. سلام علیک سلام. انگور تنا میخوری ناجون. ولی از تلفن نمیشه که من تو نمیشه شه تلفن پیش کنم بگویم بزن نمیشه بچهش دیگه. سلای ناقام به درد نمیخوره. مرا گپ ما فکران داده تلفن میگه که والا چی امر خدمت با که زنگ بزنن. یعنی کار والا شرمنده لالا. نه لالا نه شرمنده نه کلانکاری گو. من امور رقم هستم. جور بخیر خوب هستی؟ سلام علیکم برود عزیز. علیک سلام. سلام لالا. علیک سلام. کجا هستی؟ شاه برود نمی ترکیه. جور هستی جوان بسی بود قربانت. جور بخیر خوب هستی؟ جور بخیر. سلام احترام اسمارم قبول کو. حشمت محمدی. سلام علیک سلام آجی اختر بهرامی. سلام خوبی؟ قربانت. سلام خوبی؟ خدا را شکر است. سلام نجیب برود خوب هستی؟ قربانت. برو جان اشرف غنی را در بروتای برو پشت میگه پا نگردی. قم پرستی نکو در هر قوم نمیشه. حالا خب نداره گمش کن. امی دو داشنام با درد نمیخوره.
نوش جان قربانت نجیب برود یاد برودت خدا یارت وطن دار آیندم دان اشرف غنیت گو کنم فهمیدی؟ 40 دفعه گفتم چوچه خر آدم نشدی آیندم دان کلمرغت گو کنم فهمیدی یا نه ناله کریم ده کست خاندانت چند دفعه برات گفتم نامی کلمرغ کس فروش خاک فروش نگی به من خاندانت اگایم که ما کلمرغ بیناموست اولاد کسی سلام جور بخیر خوب هستی خیرتی است گمنام تکونی را چی به مویای من؟ تکونی را به مویای من چی؟ برو ننیتت اصلاح کو که در بازار نگردنه پیدا و پناه نکنه کس فروش مردم بیناموسا که گپ زدنتان دور از یک تعداد کجا هستی؟ نمی خانه هستم سلام جور بخیر خوب هستی خیرتی است کجا هستی؟ دم جای سابق برود بچه زیاد پوک شدی برو کرم در کس خاندان تام در کس خاندان پوکم کس فروشی کنی که گپ زدنه شما اگه مادر زنا و کس فروش نباشی میگویم نمیشه زنگ زده خاندان تگایم مادر تگایم گپا نفهمیدی دیگه اولاد بیناموس یک کس فروش مردم از 100 دفعه میگویم نمیشه زنگ زدن نمیشه فقط بگویی زنگ دیم ننیت خوارتا مامیت یعنی نتیم خوارتا مومیتوار رقاصه نیستم ای اولاد کسی کرم ده کسی خاندانت کرم ده نسل نسبت زنم یک لکه تگایم زنم وکیل کوشه تگایم زنم میر ملک قریه تگایم هینم خندکی تا هینم چمچق پرچالتا کس مادر بیناموس خوش میشه که تو ده بلگانمتان خوش میشی شدنه راجا زافخان هستی بلاگی های خوارت چواره شده کیرم ده کس خوارت خوش میشه نه شما نسل مردگه و نسل کسفرش خوش میشه که تو دو دشنام بشنوی نزدیک باشه مومه خوارتان سر خوار مادرتان بالا شوه نفر نه شما خوروس انگریز سر خوار مادرتان بالا کده نظام دلتان یخ نکده است بری حالت 46 کشور 50 کشور سر خوار مادرتان بالا کنه شما خاک فروش های کس فروش ها را بیرقت پشت بالا خشم خود را بخورید او بدر از سر شوه گفتم نزنه دو خاندان شما انتاریا را گویم که ایرم در کس خاندانتان گفتم خوش میشه به قرآن شما مردمی هسته که تو استاد باشه سر خوار مادرتان نفر بالا شوه تو کنه فهمیدی؟ تو احترامش میکنی ولی کسی که از ننگ و ناموس دفاع کنه شما که دشمنی میکنه که ایرم در نسلتان کس مادر به ناموس چه تاجک هستی چه پشتون هستی چیزا نمی یک لگه تگایم هر قومی که هستی که نمی تو کس فروشی میکنی می دلایف همه گرد سرخانه دیگدانتا تا چمچق پرچالتا دپره برابر نشی مقصد نه اما وزی شریکی هست انگو یک دام علوزه که جواری داد میزم دکانه اگرف و آوار همه مادرت رام دوستم بگای اولاد بیناموس فهمیدی؟ ابراهیم عظیمی حکس خوار مادرت ماندی نه همه مادر خوارت دوستم همچه کنه دوستم خم توشوی شار است میفهمی نه زور کلمرغ به ناموست خونه کشید که 50 کشورت زنم یک لگه تگایم که تو عقل داری که ایرم در کس خاندانت شما گپ خونه شنیده فهمیدی؟ حالی ما یگان تا سابق در تویا که میشد یک تعداد فایر میکرد یک تعداد دیگه نمیکرد خب
خوشش نمیامد با میگفتن کاکا از تو مخک پر است مخک پر است. بعدش میامد یک را ضربه میکرد شاجور خلاص. مجبوریم تو شاجور خلاص تا چمچوق پرچالتان آدم سواری کنه. فهمیدی؟ خدا راستی نه چی کرو مردم از او خدا جان یارت چا برود قربانت. السلام علیکم. علیک سلام. بد است برود جان بد است. عالمی کس فروش مردم نمیفهمه بد است. این کس خاندانا 50 کشور سر خوار مادر یا بالا شده است نمیفهمن. نظام میخوان که کل روی زمین بالا کنن. او به ناموس مردم میمره تا با طاقت نداره یا عادت کردین. عادتشان شده که دائم تو سر به سر باشه. و آدم هم از کل دنیا هم که باشه گو که گو از یک دفعه خیس میزنه دیگه پیره این تو کمرش چنگ میمونه خیس میکنه پایش تا کمرش هم نمیرسه پس میفته دیگه. آدم موقع نمیشه 24 سال سر خوار مادر امیش تعداده که دو میزنه سر خوار مادرتان بالا شدگی باشه. و هم یک ذره انرژی کار داره باید قدم راستی کار داره. خوش شده نه؟ خنده کو بچیم خنده کو در کون شما بیننگا که درخت هم سز کنه در سایش شکر گفته تو میشینه که رم در کس خاندانتان. علیک سلام وطندار. سلام سلام. علیک سلام وطندار. اسما رو هم قبول کو. هنوز مانده او رو برو نیز میگم گفایی هست که روبرو زدم میشه. چه گروه مردم هست به قرآن نه به انسانیت میفهمن نه به شرافت میفهمن. اینمه تو که سگ خرگو کلان شده اینمه تو خرگو و سگ از نسل خرگو و سگ هستن. نه روسیا خوب یگان گرگا داره نه که اونمو مملکت است که شما از او به دنیا آمده از نسل سگ است گرگ نیست. و همه گرگ باشه باز هم گرگ به پاس است اصلا که پشت موتر هم میده و پشت بایسکل هم میده. علیک سلام وطندار. علیک سلام وطندار. علیک سلام وطندار.